خب ما مرحله تست پسیو یک تستی ما داریم به اسم دراپ آرم تست. دراپ آرم تست به ما میگه که احتمالا با پارگی روتاتور کاف یا آسیب عصب آگزیلری داریم. این به چه صورته؟ وقتی هستش که ما محدوده حرکتی ما در وضعیت پسیو بیشتر از وضعیت اکتیو. فرضاً اگر بیمار در حالت اکتیو دستشون حد اکثر تا 90 درجه بالا بیاره و بعد تو وضعیت پسیو در حالی که بیمار خودش رو شل کرده دست ما تا وضعیت بالاتر از 90 بیاریم و از بیمار بگیم که میخواهیم الان دستت رو برداریم و سعی کن که دست خودت رو آروم به کنار بغلت هدایت کنی. اگر بیمار نتونه دستش رو آروم به بغل خودش هدایت کنه و دست ناگهان سقوط بده بیس. این تست دراپ آرمش مثبته که علامتی که احتمالا یه پارگی عضلات روتاتور کاف یا آسیب عصب آگزیلری در اینجا رخ داده.